حضار محترم، شنوندگان و بینندگان عزیز این برنامه، من خاطره لطفی هستم و به عنوان نماینده زنان جبهه آزادیخواهان ایران در خدمت شما هستم. در این برنامه ابتدا جبهه آزادیخواهان را برای شما معرفی می کنم، سپس به موضوع اصلی کنفرانس خواهم پرداخت و در پایان هم پیام خاص برای نسل جوان داخل ایران خواهم داشت. جبهه آزادیخواهان ایران مبتنی بر اندیشه آزادخواهی، ظرفیتی سیاسی متشکل از منفردین آزادیخواه می باشد. بنیاد و اساس جبهه بر کرامت و خرد انسان، فرهنگ غنی مردم ایران و تشکیل دولتی قانونمدار و منتخب مردم استوار می باشد. آزادی انسان همراه با مسئولیتی اجتماعی در همه زمینه‌ها و تعهدات مسئولانه ملی و بین المللی از اهداف بلند مدت جبهه می باشد. هدف اصلی جبهه آزادیخواهان ایران در مرحله کنونی دفاع از آزادی‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و عقیدتی، پیشبرد مبارزه بر علیه استبداد و برپایی یک نظام دموکراتیک بر اساس رأی مردم می باشد. بر همگان پرباز است که بیلان کاری 35 سال استبداد دینی در ایران شامل فساد، فحشا، اعتیاد، افسردگی، سوگواری، عقب افتادگی، کشتار، شکنجه، تجاوز، دزدی، رشوه‌خواری، بیدینی، خیانت، پارتیبازی، سوء استفاده و سیه‌روزی در یک کلام چیزی بجز ویرانی و ریختن آب به آسیاب بیگانگان نبوده است. با توجه به بیلان کاری استبداد فریبکارانه دینی جمهوری اسلامی که بر 4 پایه راهبردی استوار می باشد که می تواند از جمله سرکوب پنهان و عریان، اقتصاد رانتی، امدادهای غیبی که همان کمک‌های خارجی از طریق تقویت نیروهای افراطی می باشد و بحران نیروهای افراطی، دستگاه ایدئولوژیک بسته چه غالب و چه مغلوب، مشروعیت خود را نه از رأی و نظر مردم بلکه از میزان کشته شدن و کشتن دیگران میگیرند. بنابراین همیشه در بحران و از بحران زندگی میکنند. نیروهای افراطی از بحران جهت زمین سازی برای سرکوب دگراندیشان و بستن فضای سیاسی استفاده میکنند و به این ترتیب تنها خود را یک کتاز و نقش آفرین صحنه سیاسی می‌دانند. به عنوان نمونه می‌توان به بحران گروگان‌ها، بحران جنگ ایران و عراق، بحران اتمی و بحران سوریه اشاره کرد. با توجه به خصوصیات و خواسته‌های جنبش‌های جدید در ایران من جمله اکثریت جوانان، زنان و کارگران، خصلت آزادیخواهی، مدیریت شبکه‌ای، کثرت‌گرایی، همگونی بر اساس خواسته‌های قابل اجرا و پرهیز از خشونت میباشد. با توجه به همه موارد ذکر شده و همچنین چشمانداز بحرانی تر شدن اوضاع، یعنی رفتن ایران به سمت عراق و سوریه بزرگتر، پربازه است که برای عقب راندن استبداد دینی و گرفتن حق حاکمیت مردم و نیروهای سیاسی باید موانع راهبردی استبداد را نشانه گرفته تا نتیجه مورد نظر حاصل گردد. سخن آخر من پیامی خاص برای نسل جوان به خصوص زنان ایرانی می باشد. ما زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهیم، اما همچنان اقلیت هستیم. اقلیت از این منظر به تعداد بستگی ندارد، بلکه هر گروهی که تحت ستمی واقع شود اقلیت به شمار می رود. و زنان در جامعه کنونی ایران جزء اقلیت هستند به خاطر وجود تبعیض و ظلم چند برابر علیه زنان که می توان در سطوح مختلف جامعه به وضوح قابل لمس می باشد. و حاکمان جمهوری اسلامی با تصویب قوانین ضد زن روز به روز به این خشونت علیه زنان دامن میزنند. نمونه بارز آن سخنان خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در مورد زنان که به غلط دانستن برابری جنسی زن و مرد گفت نمیتوان مسئله زنان را جدای از خانواده بررسی کرد. خامنه‌ای همچنین متون اسلامی را از مهمترین اصول و پایه‌های حقوق زنان دانست، متون اسلامی که خود حاوی نابرابری جنسی می باشد که خود این سخنان فاجعه بزرگی برای زنان ایرانی می باشد، چون گفته های رهبری فقط یک گفته نیست، این گفته ها برای اجرا شدن گفته می شود. در واقع سیستم ولایت فقیهی جمهوری اسلامی به این نابرابری ها نیاز دارد، چون قدرتش را از این نابرابری ها
میگیرد و زنان در جامعه کنونی با شکستن عرف‌ها و سنت‌های عقب مانده به مبارزه تبعیض‌ها و نابرابری‌ها می‌روند. زنان دیگر نمی‌خواهند در زندان‌هایی که با میله‌های فرهنگ‌های عقب مانده قرن‌هاست که زنان را مغلوب کرده‌اند باقی بمانند و در این راه به حمایت هرچه بیشتر مردان که به جامعه مردسالار ایران کنونی غلبه کنند نیازمند هستند. اگر همه ما به فردای جامعه دموکراتیک ایران امیدواریم، باید در ابتدا به آزادی جامعه زنان ایران بیاندیشیم، چون میزان دموکراسی جامعه از میزان آزادی زنان آن جامعه سنجیده می شود. اگر اعتراضات زنان جامعه کنونی ایران در قالب نافرمانی‌های مدنی قابل رویت هستند، برای احقاق حقوق انسانی زنان می باشد، چون زنان از ابتدایی ترین حقوق انسانی و شهروندی در ایران محرومند و به خاطر جنسیت متحمل چنین ظلمی هستند و برای گذشتن از چنین ظلمی مستلزم گذشتن از جمهوری اسلامی می باشیم. با سپاس.